سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید. لطفاً برای حمایت از کانالتون و دلگرمی ما اون رو سابسکرایب کنید. داستانها رو اگه دوست دارید لایک کنید. زنگوله کنار دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از آخرین پادکست ها و داستان ها مطلع بشید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید و به این ترتیب ما رو در مسیر ارتقاء کیفیت کانال یاری کنید. دوستتون دارم. بریم سراغ ادامه داستان. قسمت 15 از کتاب کیمیاگر، نوشته پائولو کوئلو، مترجم حسین نعیمی، راوی آناهیت. فردای آن روز همه آنچه را که در ذهن مرور کرده یا اندیشیده بود برای فاطمه تعریف کرد و دختر جوان گفت: صحرا مردان ما را میگیرد و به ندرت باز میگرداند و ما هم به تقدیر گردن مینهیم و از آن پس آنها را در ابری میبینیم که میگذرد و باران نمیدهد، در جمع جاندارانی که میان صخره‌ها پنهان میشوند و رو عیان نمی‌کنند، یا در آب پرنعمتی که از اعماق زمین بیرون میزند جاری میشود و زندگی میآورد و آنها مظهری از همه چیز میشوند، جزئی از کل یا عین جان جهان. چند نفری هم برمیگردند و زنان صحرا با دیدن آنها با همه وجود خود شادی می‌کنند و بارقه امیدی در قلبشان گسترده می‌شود که شاید روزی هم مردانی که آنها به انتظارشان چشم به صحرا دوخته بودند برگردند. پیش از این وقتی زنی را در انتظار می دیدم به خوشبختی او رشک می بردم و آرزو می کردم همانند او باشم. اکنون می بینم دیر نیست که به آرزویم برسم. من یک زن صحرا هستم، مسرور و مغرور و مایلم که مرد من مثل بادی که دانه های ماسه را در صحرا جابجا می کند، سبکبال و آسوده خیال حرکت کند و آزاد باشد، آزاد. و مایلم که مرد من به من امکان دهد که او را در صحرا بجویم، در آب و در ماه. جوان به دنبال مرد انگلیسی رفت که با او حرف بزند. بی آنکه متعجب شود دید که اجاقی کوچک در کنار چادرش ساخته است. اجاق عجیبی بود، روی آن انبر بود و لوله و ابریق شیشه‌ای. مرد انگلیسی اجاق را دائما با هیزم و تپال شعله‌ور می‌نمود و صحرا را تماشا می‌کرد. چشمانش درخشانتر از زمانی بود که در کتابهایش غرق می‌شد. گفت: آنچه می‌بینی مرحله نخست کار است. باید گوگرد ناخالص را تجزیه کنم و در این راه نباید از شکست بترسم. وحشت از شکست به دوره‌ای مربوط است که تا به امروز مانع شده به اسرار خلقت پی ببرم. و حالا به کاری مشغولم که می‌توانستم از 10 سال پیشم شروع کنم. به هر صورت خوشحالم که برای رسیدن به چنین روزی 20 سال دیگر منتظر نشدم. و در حالی که به صحرا نگاه می‌کرد شروع کرد به گذاشتن چوب در اجاق و بازی با آتش. جوان مدتی در کنار مرد انگلیسی بر جای ماند و هنگامی که خورشید صحرا را به خون نشاند و هوا گلگمی شد، او هم در خود تمایل غریبی دید که به صحرا برود تا شاید در سکوت آن بتواند آرامشی بجوید. بدون هدف راه می‌رفت، بی آنکه نخلستان آبادی را از نظر دور کند. به صدای باد گوش می‌داد و جابجایی سنگریزه‌ها را در زیر پاهایش حس می‌کرد. هر از گاهی هم تکه‌ای صدف می‌دید و به خود می‌گفت که این صحرا در زمانهای دور میبایست دریای گسترده و عظیمی بوده باشد. روی سنگ بزرگی نشست، خود را در اختیار افقی که در مقابل داشت واگذاشت تا در آن فرو رود، غرق شود. نمی‌توانست عشقی در دل داشته باشد که همنشین اندیشه‌اش نباشد. اما فاطمه دختری از صحرا بود و اگر قرار شود پدیده‌ای به او کمک کند بیشک صحرا خواهد بود. رها بی آنکه به چیزی بیاندیشد لحظات را می‌گذراند تا اینکه متوجه شد چیزی آن بالا در حرکت است. به آسمان که نگاه کرد پرواز 2 شاهین را بر فراز سرش در آسمان دید. شاهین ها را دید و تصویری را که با پرواز آنان بر سینه آسمان نقش می‌بست. در نگاهی گذرا و سطحی حرکت آنان مجموعه خطوطی نامرتب را القا می‌کرد. ولی همان خطوط، همان نقوش، همان تصاویر برای او به طور حتم باید مفهومی داشته باشند که به سادگی موفق به فهمیدنشان نمی‌شد. تصمیم گرفت همه حرکات آنان و تغییراتی را که در پرواز خود می‌دهند زیر نظر بگیرد. شاید از آن طریق بتواند پیام‌هایی دریافت کند. شاید هم صحرا بتواند به او کمک کند. کمک به عشقی که در اختیار نیست. احساس کرد به خواب می‌رود. رغبتی در خود دید ولی قلبش گواهی نمی‌داد که به خواب برود. میبایست خود را رها کند.
گفت این من هستم که به محدوده رازگونه بیان دنیا نفوذ می کنم و به آن نزدیک می شوم. محدوده‌ای که همه دقایق آن مفاهیم خود را دارند. از اینجا در این پایین تا به آنجا در آن بالا تا پرواز شاهین ها هر لحظه آن معنایی دارد و مفهومی را در خود نهفته است. عشقی که در دل داشت خوشنودش میکرد و فکر میکرد هنگامی که عاشقیم پدیده ها را با مفاهیم بیشتری میبینیم. ناگهان یکی از شاهین ها چرخی زد و با سرعت به پایین متمایل شد تا به دیگری حمله کند. در این لحظه به خصوص ناگه تصویر کوتاهی شبیه یک وحی یا الهام در ذهن جوان ظاهر شد. گروهی مسلح شمشیر به دست به آبادی حمله کردند. تصویر بلافاصله و به سرعت از نظرش دور شد ولی اثر زنده‌ای از خود بر جای گذاشت. از سراپا سخن بسیار شنیده بود. خود او هم چندهایش را در روزهای گرم صحرا دیده بود و می‌دانست که تمایلاتی هستند ذهنی که با ماسه صحرا همنشین و عینی می‌شدند. و او مطمئناً تمایلی نداشت که گروهی مسلح را حمله ور به آبادی ببیند. خواست تصویر نقش شده را از ذهنش پاک کند و به فراموشی سپارد و به خلسه‌اش برگردد. سعی کرد اندیشه‌اش را دوباره بر روی سنگ‌ها و ماسه‌های سرخ صحرا متمرکز کند. ولی چیز گنگ و ناشناخته‌ای در قلبش می‌دوید و مانع تمرکز وی می‌شد. پادشاه پیر به او گفته بود همیشه نشانه‌ها را دنبال کن. به فاطمه فکر کرد و سپس به تصویری که در رویا به او الهام شده بود. دلشوره‌ای به گستردگی همه ابرهای تیره بیباران در خود احساس کرد که بی هیچ مانعی بر قلبش سایه افکنده بود. بلند شد و به سوی نخلستان پیش رفت. یک بار دیگر جابجایی پدیده‌ها را با بیانی متفاوت حس می‌کرد. اندیشید اکنون آبادی مهلکه‌ای پرخطر می‌شود و امنیت در جانب صحرا دارد. ساربان پای نخلی نشسته بود و آفتاب را می‌دید که غروب می‌کند. جوان را هم دید که از پشت یک تپه شنی به سوی او می‌آمد. نزدیک شد و به او گفت به من الهام شده است که یک گروه مسلح به آبادی نزدیک می‌شود. ساربان جواب داد صحرا پر از تصاویری است که به قلب مردان می‌ریزد و سبب توهمات مختلف می‌شوند. ولی جوان برایش از پرواز شاهین‌ها گفت و از لحظه‌ای که به جان جهان نزدیک شده بود. ساربان دریافت همراهش چه می‌خواهد بگوید. جوابی نداد. او می‌دانست که هر پدیده‌ای در روی زمین هر چند بی اهمیت می‌تواند بازگو کننده افسانه همه رویدادها باشد. وقتی کتابی را باز می‌کنیم و صفحه‌ای را پیش رو داریم، مهم نیست چه صفحه‌ای. وقتی خطوط دست کسی را به بررسی می‌گذاریم یا به پرواز پرندگان خیره می‌شویم یا حتی ورق بازی را به دست می‌گیریم و به هر چیز و هر کار دیگری دست می‌زنیم، به درستی در جستجوی رابطه‌ای هستیم. رابطه‌ای بین خود و کسی یا چیزی دیگر که با یک نگاه یا لمس آن در می‌یابیم که کس یا چیز دیگری در مقابلش در حال زندگی است. در حقیقت اتفاقات و رویدادها نه از خود چیزی بروز می‌دهند و نه در صدد توضیح خود هستند. این انسان‌ها هستند که با مشاهده آنها، با لمس آنها به نقششان پی می‌برند و از رازشان آگاه می‌شوند و رفته رفته به جان جهان نزدیک می‌گردند. در صحرا آدم‌های زندگی می‌کردند که به سهولت قادر بودند در جان جهان مستحیل شوند. ما آنها را به نام پیشگو می‌شناسیم. زنها و پیرمردان از آنها وحشت داشتند. به ندرت جنگجویی تن به طالع‌بینی آنان میداد، چون رفتن به جنگ فی نفسه مسئله‌ای بود و پیشگویی و دانستن زمان مرگ هم موضوع دیگر. بنابراین چنین سؤالی نمیتوانست برای پیشگویان مطرح و قابل بررسی و پاسخدهی باشد. وانگهی جنگجویان طعم مبارزه و هیجانات ناشناخته را ترجیح می‌دادند و آینده را هم جزئی از سرنوشت خود می‌دانستند و اعتقاد داشتند که از ازل همه چیز با دست او نوشته شده است. بنابراین به تقدیر دل بسته بودند و نسبت به جبر سرنوشت مؤمن بودند. به علاوه آنها در حال زندگی می‌کردند و به خوبی آگاه بودند که حال لبریز از اتفاقات غیر منتظره است. بنابراین میبایست مواظب رویدادهایی باشند که به نحوی در مسیرشان ظاهر میشدند. چه ضربه شمشیر کشنده یک دشمن باشد یا لغزش اسب در میدان جنگ. به هر حال هر رویداد میتواند هم از مرگ بگوید و هم از زندگی. ساربان جنگجو نبود ولی اتفاق افتاده بود که به پیشگو مراجعه کند. بسیاری از آنان به او کلیاتی از زندگیش گفتند و بعضی هم به دروغ بافی و لافزنی پرداختند
و موضوعات دروغ و مجعولی تحویلش دادند. تا روزی یکی از مسن‌ترین و مخوفترین آنها از او پرسید چرا می‌خواهی آینده را بشناسی؟ ساربان جواب داد برای اینکه بتوانم کاری کنم تا اتفاقات را آنطور که خواست من است تغییر دهم. پیشگو در جوابش گفت بنابراین اینکه آینده تو نخواهد شد. شاید دلیل دیگرش هم این باشد که می‌خواهم خود را در مقابل حوادث آماده کنم. اگر حوادث مطلوبی هستند بهتر است غیر منتظره باشند. اگر هم اتفاقات ناگوارند در آن صورت از قبل باید درد و رنج رویدادی را تحمل کنی که معلوم نیست چه وقت روی می‌دهد. ساربان گفت می‌خواهم آینده را بشناسم چون یک مرد هستم و مردان در ارتباط و به تبعیت از آینده زندگی می‌کنند. پیشگو بی آنکه سخنی بگوید مدتی در اندیشه خود غوطه خورد و زمان می‌گذشت. او چوب‌های کوچک و کوتاهی با خود داشت. وقتی می‌خواست از گذشته یا آینده سخن بگوید، چوب‌های کوچک را دسته می‌کرد و با هم روی سطح صافی می‌ریخت. سپس حالات آنها، نحوه پخش و چگونگی قرار گرفتن هر یک را به تعبیر و تفسیر می‌گذاشت. ولی آن روز از چوب‌های کوچک خود استفاده نکرد. آنها را جمع کرد و در یک کیسه پارچه‌ای قرار داد و در جیبش گذاشت و گفت من زندگی خود را با پیشگویی آینده مردم تأمین می‌کنم. از دانش خاصی بهره مندم و چوبک‌ها هم ابزار دانش من هستند. می‌دانم چگونه از آنها استفاده نمایم تا بتوانم به جان جهان نزدیک شوم و زمان را در اختیار بگیرم. در آنجا می‌توانم گذشته را بخوانم و همه آنچه را که فراموش شده‌اند دوباره ببینم. نشانه‌های حال را هم کم و بیش بفهمم. وقتی مردم به من مراجعه می‌کنند و از من می‌خواهند تا از آیندهشان بگویم، آزرده می‌شوم، چون قادر نیستم آینده را ببینم و برای آنها از مشاهداتم بگویم. آینده را از روی قرائن حدس می‌زنم و گفته‌هایم بر اساس حدسیاتم استوار می‌شوند. آینده از آن الله است و در دست اوست که در مواقع خاص از آن خبر می‌دهد. بنابراین چگونه می‌توانم آینده را ببینم؟ لابد به لطف نشانه‌های حال. اسرار دنیایی در حال نهفته است. اگر در حال دقت کنی می‌توانی لحظات خوبی داشته باشی و اگر در جهت بهبود و اصلاح لحظات حال باشی و اشتباهات را حذف کنی، آنچه پس از آن عایدت می‌شود باز هم خوب و دلنشین است. آینده را فراموش کن و با توجه به تعلیمات الهی به الله توکل کن و هر روز از عمر خود را در اختیار بگیر و در لحظات آن زنده باش و زندگی کن، چون هر لحظه پاره‌ای است از عنایت او و هر روز بیانی است از جاودانگی او. ساربان علاقه‌مند شد که مواقع خاص از آینده را که الله اجازه می‌دهد تا دیده شوند بشناسد. به او پاسخ داده شد الله به ندرت موردی را در آینده هویدا می‌کند، ولی مواقع خاص زمانی پیش می‌آید که پدیده‌ای از آینده به خود شخص ظاهر می‌شود. از آنجا که آینده با دستی در گذشته نوشته شده است، بنابراین مساعی و تمایلات و رویاهای انسان با رضایت الله می‌تواند سبب تغییراتی در آن شود. ساربان به حرفهای جوان دقیق شد و فکر کرد الله جوان را که وسیله و رابطش بود از پدیده‌ای در آینده مطلع کرد. رو کرد به جوان و گفت برو پیش رؤسای قبایل و به آنها بگو که گروهی از مردان مسلح شمشیر به دست به زودی به آبادی نزدیک می شوند. آنها مسخره هم می کنند. آنها مردان صحرا هستند و مردان صحرا هم به نشانه ها عادت دارند. پس می بایست تا کنون فهمیده باشند. این مشغله فکریشان نیست. آنها فکر می کنند اگر قرار باشد در جریان وقایعی قرار بگیرند، این اوست که خبر می دهد و کسی از توی او آگاهشان خواهد کرد. موردی است که بارها اتفاق افتاده. ولی امروز این پیام آور تو هستی. جوان به فاطمه فکر کرد و تصمیم گرفت به دیدن رؤسای قبایل برود. پیامی از صحرا آوردم. جوان با این جمله نگهبان مقابل ورودی چادر عظیمی را که در وسط آبادی قرار داشت مخاطب قرار داد و اضافه کرد مایلم رؤسای قبایل را ملاقات کنم. نگهبان جوابی نداد. درون چادر رفت و پس از گذشت زمان نسبتاً زیادی به اتفاق یک جوان عرب ملبس به جلابه‌ای سفید با یراق و قلاب‌دوزی طلایی خارج شد. جوان آنچه را دیده بود برایش تعریف کرد و جوان عرب از او خواست منتظر بماند و خود داخل چادر شد.